سلام و درود رفقای عزیزم، همچنان سعید محسن زاده هستم. بریم با هم شیمی تجربی رو بررسی کنیم، ببینیم چجوری بود حلش کنیم. علاوه بر حل بگم سوال از کجا بوده و چجوری میشد حل کرد. صادقانه بهتون بگم جزو کنکورهای خوب بود، یعنی سوالها ساده نبود و ساده بودن خوب بودن نیست، ولی استاندارد بود. بریم سوالا رو با هم حل کنیم، ساده، سخت، متوسط رو بهتون بگم و اینکه چجوری میتونستیم درصد بالایی رو تو این کنکور کسب کنیم. بریم ببینیم چه خبره. سوال اول ببینید، میگه عنصر جای خالی با گرفتن یا از دست دادن الکترون به آرایش الکترونی گاز نجیب همدوره خود میرسه. آقا فقط نافلزها میتونن به هم دوره برسن ولی چون بگیرن، یعنی اون اتمی که الکترون میگیره، داشتم میافتادم اون اتمی که الکترون میگیره شبیه گاز نجیب همدوره خودش میشه. حالا کدوم که نافلزه؟ Y34 دو تا الکترون میگیره شبیه گاز همدورهش میشه، گاز نجیب همدورهش، پس گزینه یک. خب الان این سوال ساده نیست. یه نگاه بندازید، این که اسکاندیومه بچه‌ها باید جدول رو حفظ کنید، یعنی یکی از کارهایی که الان تایم دارید میتونید انجام بدید حفظ جدوله. خب 1 تا 36 حتما گروه 1 2 13 تا 18 رو هم حفظ کنید. خب 21 اسکاندیوم فلز، بعد 31 کجاست؟ اولین عنصر بعد از دسته دیه. خب 31 اونم فلزه، پس اونم فلزه، کاری به کارش نداریم. 32 کجاست؟ ببین 36 4 تا عقب‌تر، یعنی توی دوره چهارم 4 تا عقب‌تر کدوم گروه میفته؟ 14. کربن، سیلیسیوم، ژرمانیوم شبه فلزه، پس اونم نیست. زدم حالا گفتم یه تحلیلی هم انجام بدید. پس اجازه بدید به سوال 76 بگیم یک سوال ساده. خب سوال 77 رو ببینید، میگه کدام موارد درباره جدول عنصرها درسته؟ ببین میگه تفاوت عدد اتمی قوی ترین نافلز گروه 16 تو هر گروه از بالا به پایین خصلت نافلزی کم میشه. پس قوی ترین نافلز گروه 16 کسی نیست جز اکسیژن. حالا عدد اتمیش چنده؟ بچه 8 گروه 16 دیگه، 2 تا مونده به اون دهه که گاز نجیبه برسه. با کی؟ با قوی ترین فلز دوره دوم که تو دوره دوم و همه دوره ها از چپ به راست خصلت فلزی کم میشه، پس داره راجع به لیتیوم حرف میزنه با عدد اتمی 3. اختلافشون چنده؟ 5 بچه‌ها، نه 6. غلط. پس وقتی الف غلطه اینطور خط میزنم، به 50 قطعی رسیدیم. حواستون باشه این سوال یه خورده زمان بره، بهش میگم متوسط، و برای دومین بار میگم که تسلط تو جدول میتونه کمک کنه. از کجا اومده این دو تا سوال؟ توجه این سوال 10 و 11. به خاطر همین تو کلاسام به بچه‌ها میگم آقا داری 10 آرایش الکترونی رو میخونی، اون 10 15 صفحه اول 11 هم حتما باهاش بخون. میبینید ترکیب دیگه، یعنی نمیتونم کاملا بگم 11 یا 10 ترکیب این دو تا به هم وصلن. اوکی. حالا تفاوت عدد اتمی قوی ترین نافلز جامد دوره سوم، از چپ به راست خصلت نافلزی زیاد میشه. پس تو دوره سوم من کلور رو دارم که از همه بیشتره، گازه. قبلیش کیه؟ گوگرده. داره راجع به اون حرف میزنه. قوی ترین نافلز جامد که S16 عدد اتمیش، دوباره تفاوت عدد اتمی میخوایم. و نخستین عنصر واسطه دوره 4 اسکاندیومه که تو گزینه قبلی هم دیدیم با عدد اتمی 21. خب 16 تا 21 میشه 5. پس اینجا 3 رو میزنیم، تمام. دیدین؟ حالا ببین من تو مثلا مرجتی که داشتیم سوال کنکور رو حل کردیم، دونه به دونه گزینه ها رو بررسی کردیم. اینجا خورده زمان برامون مهمتره، تست رو زدیم دیگه، بقیه‌اش هم کاری نداره. بریم سراغ 78. یعنی سعی میکنم استراتژی حلم شبیه یک داوطلب باشه، اون آموزش 0 تا 100 جای دیگه قصه‌شه که گزینه‌های غلط هم تحلیل میکنیم. بیایم اینجا میگه اتم عنصر آ دارای 12 الکترون در زیرلایه P. خب اگر بیرونی ترین زیرلایه آن NS2 باشد کدام مورد درباره این عنصر نادرسته؟ خوب توجه کن. چجوری میشه 12 تا الکترون تو پی داشته باشه؟ یعنی بچه‌ها پی از 2 شروع میشه، یعنی 2 پی 6 رو داره، 2 پی 3 رو هم داره. 2 پی 6 رو چرا گفتم 3؟ 2 پی 6 رو هم داره. حالا میگه آخرین زیرلایه‌اش NS2. دو حالت میشه براش متصور شد، آدرس دیگه نده. میتونم بگم این تو دسته S، یعنی چی شده؟ دوره سوم پی 6 تموم شده اومده تو دوره 4.
حالا تو دوره چهارم تاکید میکنیم آقا حواستون باشه 12 تای اول به 4S ختم میشن. حالا به خاطر همین پس این میتونه اینجا 3D هم داشته باشه. دنبال نادرستیم. میگه محلول نمک‌های اون با اکسایدش مختلف میتونه رنگی باشه. اشاره میکنه که میتونه عنصر واسطه باشه. درسته، چون عناصر واسطه دوره 4 هم حالا اینجا هر چند تا الکترون دارن به NS2 ختم میشن. درست شد؟ پس این درسته. در اتم آن شمار الکترون های L0 میتونه با شمار الکترون های L2 برابر باشه. ببین وقتی من تا 4S2 میرم اوکی، بیشترم نمیتونم برم دیگه، رد کنم پی بعدی پر میشه 12 تا الکترون، با L1 رو ندارم یا زیر لایه پی. پس من تا 4S2 میرم، یعنی اینجا N در میاد که این 4S2. پس من 8 تا الکترون با L0 دارم. خب حالا میگه شمار الکترون های L0 میتونه با شمار الکترون های L2 برابر باشه. راست میگه، میتونیم ما 8 تا الکترون تو S داشته باشیم و اینجا 3D8 هم داشته باشیم. فرمول شیمیایی ترکیب حاصل از واکنش آن با کلور میتونه XCl2 یا XCl3 باشه. ما چندین و چند اتم داریم که یون‌های چند ظرفیتی دارن، مثل آهن، مثل کوبالت، اینا ظرفیت 2 3 دارن. توی این قصه میگنجن و درسته. در اتم آن شمار الکترون های L0 جواب دیگه نه؟ آره، حالا بگیم چرا. شمار الکترون های L0 میتونه 2 برابر شمار الکترون های L2 باشه. ببین L0 ها میتونن 8 تا باشن، 2 برابر L2 باشه، یعنی من 3D4 داشته باشم و 4S2 و ما میدونیم که آرایش الکترونی 3D4 وجود نداره در اتم و 4S1 3D5. پس 4 غلطه، نمیتونیم همچین چیزی داشته باشیم. خب دوباره بحث آرایش الکترونی شیمی دهم. اجازه بدید بهش بگم سوال متوسط، خیلی ساده دارم، یعنی کاملا از دید یک دانش آموز دارم تحلیل میکنم، چیز پیچیده‌ای نداشت. و نکته دیگه این که یادمون باشه که چقدر حل سوالهای کنکور سال گذشته میتونست به ما کمک کنه. تقریبا خیلی ایده جدیدی وجود نداشت دیگه، نمیخوام بگم تقریبا ایده جدیدی وجود نداشت. یعنی اگر کسی اون سوال کنکورها رو که حل کردیم با هم کامل اونا رو یاد گرفته باشه و خوب رو کنکورهای سال قبل تسلط داشته باشه، خیلی چیز عجیب غریب اینجا تو کنکور تجربی 404 تیر نمیدید. بریم سراغ سوال 79 ببینیم این چی میگه. میگه کدام مورد درسته؟ با توجه به جایگاه عناصر در جدول، جرم 1 مول ZN2 مثبت میتونه به تقریب خوبی برابر CuA مثبت بشه. ایده طراح چیه؟ میگه ZN2 مثبت چون C دیگه 28 تا الکترون داره، اینجا 29 28 تا الکترون داره، پس اینا جرماشون برابر هم. غلط. جرم الکترون کجا انقدر اهمیت داره؟ خداحافظ. حالا جرم 1 مول اتم روبیدیوم با تقریب خوبی برابر با جرم 1 مول از یون پایدارشه. خودشه. آقا الکترون جرمش ناچیزه. وقتی الکترون جرمش ناچیزه پس یک اتم با یونش چیه؟ جرمش برابر. فرقی نمیکنه، چون یون روبیدیوم الکترون از دست داده، پس جرم الکترون ناچیزه، اتم و اون یون جرم هاشون برابر میشه. خب بذارید به این سوال بگم ساده، فقط حواستون باشه استراتژی حل این شکلیه که سراغ اینا نرفتم من اصلا، دیدید؟ یعنی عدد دیگه میذارم آخر و وقتی کارم با دوره افتاد دیگه کاری به کار بقیه ندارم. سوال 80 تجربی رو ببینید. میگه که اگر میانگین دمای هوای یک منطقه از سطح زمین 24 درجه باشه، خب در چه ارتفاعی با 1 کیلومتر دمای هوا نسبت به سطح زمین 80% کم میشه؟ هر کیلومتر هم 6 درجه ما کاهش دما داریم. خب آقا دمای ما چقدره؟ دمای ما 24 درجه است. داره میگه 80% کاهش دما داشته باشیم، یعنی چقدر؟ 80% ضرب در این، یه 8 دهم ضرب در ایشون میکنیم. 80% 10 چی میشه؟ میشه 8. 2 تا 10 تا دارم، پس یه 16 تا. 80% 1 میشه 8 دهم، 4 تا 8 دهم 3 و 2 درست شد، میشه 19 و 2. یعنی میزان کاهش دمای من 19 و 2. مشابه اینم توی تست حل شدهمون بود، توی کنکورهای سال قبل هم میشد نزدیکشو پیدا کرد.
حالا بچه ها اینقدر کاهش دما داریم، هر 6 درجه 1 کیلومتر کافی اینو تقسیم بر 6 کنیم، یعنی میتونیم تناسبی هم ببینیم و بگیم ببین 6 درجه 1 کیلومتر 6 درجه 1 کیلومتر، حالا 19 و 2 چقدر؟ همین باز کسر رو میده. اگه اونجوری هم راحت ترید برید. خب 4 6 تا 24 تا این نیست، اینم نیست، اینم که چرته، گزینه 4 رو بزنم دیگه 3 و 2 میشه. منطقیه دیگه، یعنی تخمین واضحی هم هست عددام که خیلی با هم فاصله دارن. بریم سراغ یه مسئله استو از تجربی 404 تیر. این چجوریه؟ میگه اگر 0.3 مول از ترکیبی با فرمول فلان رو داشته باشیم، آقا این فرمول رو داریم، خب پس از این 0.3 مول با 48 گرم گاز اکسیژن با 48 گرم از این واکنش بده، این ترکیب چند هیدروژن داره؟ معادله هم موازنه نیست. معادله من سوختن یه ترکیب اکسیژن داره، الگوریتم موازنه کربن هیدروژن اکسیژن. دقت، کربن هم 4، یه 4 میذارم اینجا، هیدروژن هم n، یه n دوم میذارم اینجا که تو این 2 ضرب بشه n. قبوله تا اینجا؟ حالا دقت کنید، الان اکسیژن هم نگاه کنید، آقا 8 تا اکسیژن اینجا دارم با یه n دوم، سمت راست اکسیژن هم اینه. بچه ها 8 به اضافه n دوم تعداد اکسیژنه، پس اکسیژن من عملا میشه 2 مخرج مشترک 16 به اضافه n دوم. تعداد اکسیژن سمت راست هم اینقدره. حالا بیا سمت چپ، 2 تا اکسیژن اینجا دارم، یعنی من از این بابا باید یه 2 تا کم کنم، یعنی منهای 2 بذارم تا بشه تعداد اکسیژن هایی که باید از این O2 بگیرم. خب یه منهای 2 دوباره مخرج مشترک میگیرم، میشه 4، 16 منهای 4 12 به اضافه n دوم. حالا تعداد اکسیژنی که اینجا به من میده باید 12 n به اضافه 12 n تقسیم بر 2 باشه. پس من اینجا میذارم 12 به اضافه n تقسیم بر 4 که ضرب در 2 شد، اون عدد به من بده. دیدید؟ فقط باید موازنه پارامتری یاد بگیرید. حفظ کردن اون فرمولای چرت و پرت اینجا به درتون نمیخوره. آلکانه نمیدونم این n اون فلانه، اینا چرت و پرت. منطقی یاد بگیرید، پارامتری موازنه کنید، چون این ترکیب نه آلکانه نه آلکنه و اون فرمول به درتون نمیخوره. الگوریتم موازنه کربن هیدروژن و اکسیژن. حالا که ضرایب در اومد، ما استور اینجوری حل میکنیم، مول به ضریب، نه ضریبش یکه، مساویه با جرم اکسیژن رو به من داده 48 تقسیم برای چی؟ ضریب و جرم مولی. یه 32 اینجا داریم و ضریبمون چنده؟ 12 به اضافه n 4. بریم ساده کنیم، 4 8 تا 32 تا، میبینید؟ خب 6 8 تا 48 تا، یه 6 میگیرم اینجا، اینم بزنم با 3، 1/10 2 درست شد. حالا 1/10 رو ضرب کنم، 1 و 2/10 به اضافه 1/10 n مساوی چند؟ 2 درست شد. 1 و 2/10 بره اونور، یه 8/10 میمونه تقسیم بر 1/10 8 تعداد هیدروژن در اومد. بچه‌ها n دیگه این همون n است. دیدین؟ به همین خوشگلی. یادم رفت بین اجازه بدیم سوال متوسط دهم استوکیومتری دهم، سوال 80 رو هم فصل 2 دهم اجازه بدید بهش بگم متوسط. اصلا سوال سختی نبود. خوبی سوال در واقع من همه جوانا میبینم محاسبات سختی هم نداشت سوال 81. اما سوال 82 که بیشتر از این که تست استوی چیزی باشه، تست چیه؟ تست موازنه است و جون داره. حالا ما یه سری موازنه داریم ABCD که اونو ما ساختیم و درس دادیم و اینا، الان اصلا جام نمیشه جام حل کنم. بریم یه نگاه دیگه داشته باشیم راجع به موازنه این ترکیب، در واقع ABCD پلاس دیگه جورایی. ببین من اینجا 2 تا CU دارم، اینجا یه دونه S دارم، اینجا هم یه دونه S دارم. بچه‌ها میپذیرید از من، الان موازنه کنید بعد جواب بدم دیگه، از من میپذیرید که ضریب ایشون با ضریب ایشون باید یکی باشه. آره جفتشو آب میذارم. چرا اینجوریه؟ چون اینجا S دارم، اینجا هم S دارم، هر چی تو باید یه عدد باشه. خب حالا از اون طرف همینجا
اگه دانش آموز یه کوچولو زبل باشه، ببین من همیشه بچه‌ها یاد میدم، میگم داری تست حل می‌کنی نیم نگاهی به گزینه‌ها داشته باش. میگه به ازای مصرف 75 صدم مول نمک، اینو داره میگه دیگه، این نمکمونه. خب 120 گرم نمک دارای سولفات تشکیل میشه، یعنی این. خوبه؟ ببین ممکنه جواب نده ها، ولی من با یه نگاه میبینم که آقا ضریب این دوتا حتما با هم یکیه. سریع کسره‌مو میبندم، یا شانسم خوبه جواب میگیرم 10 ثانیه 5 ثانیه 20 ثانیه میزنم میره، اگر نبود رد میکنم گزینه دو رو، میرم سراغ بعدی. بعد ادامه میدم. نگاه کنید آقا ضریب این دوتا یکیه، مول به ضریب مساویه با جرم اینو میخوایم دیگه، نه همین 120 میشه یا نه، x گرم CuSO4 تقسیم بر جرم مولیش. بچه SO4 96 96 رو جمع میکنی با 64، آره میشه چند؟ 160 تا. بذار اینجا اینجا هم یه ضریب داری که یعنی عملا دیگه پیدا کردن ضریب فاقد اهمیت میشه. خب حالا یا اون عدد میشه یا نمیشه دیگه، 3/4 ضرب در 160 75 صدم. چه خوشگل، 1 40 120. خدافظ، تستو زدم، ادامه نمیدم. هنر نیست تو بشینی همه رو حل کنی و فلان اینا. آقا پاداده طراح بگی پا رو بزن زمین، یعنی کشتیه. پا داده دیگه. من نگاه کردم دیدم برای محاسبه این من به دردسر نیاز ندارم. به این میگم سوال سخت. حالا من ساده حلش کردم چون موازنه سختیه، ولی نیازی نبود. خب بریم بچه‌ها، کجا بود؟ ترکیب استوکیومتری دهم و از اون طرف یه ترکیب کرده با 12 فصل 2 که تغییر ادوکسایج ها رو خواسته، بقیه‌اش دیگه مال دهم بود. بریم سراغ سوال 83. ترکیب شیمی ترکیبیه، ولی خوبیش اینه که شمارش رو نداشتیم دیگه. تا اینجا می‌بینید الف ب ج خوبه. میگم استاندارد خوب بود، اوکیه. بچه‌ها آمونیاک NH3 اینه. ما حالا یه کوچولو هم آموزش بریم. کلروفرم CHCl3 دیمتیل اتر این شکلیه، 2 تا متیل به او وصل و هگزان هم که C6H14 آلکانه. میگه گشتاور دو قطبی یک مولکول برابر صفره. کیا برابر صفرن؟ ناقطبی ها. تو اینا بچه ها NH3 قطبیه، ناپیوندی داره مرکزی، اینم قطبیه. چرا قطبیه؟ چون گروه های متصل یکی نیست. پس این چی؟ اینم قطبیه، ناپیوندی داره رو تقارن بار نداره. پس یه دونه مولکول کربن و هیدروژن داره، فقط حتما ناقطبیه و گشتاور دو قطبیش صفره. پس درسته، الف درست، دو تا گزینه رو میپرونه. حالا نگاه کنید، به اوجیمو باید تکلیفش رو روشن کنم، هر کدوم که دوست دارم. مثلا ب رو نگاه کنید، در دمای اتاق حالت فیزیکی تنها 2 ماده مایع است. آقا جان بین این جماعت دمای اتاق NH3 گازه، اینو که میدونی. تو اون فرآیند هابر نقطه جوشش اصلا زیر صفر بود. پس این چی؟ کلروفرم مایع است. اوکی، کلروفرم مایع است و هگزان هم که تینر مایع است. این دوتا تو دمای اتاق مایع، پس درسته. تازه اگه اینم شک داشتی، جیم هم میتونی نگاه کنی. اتم های جانبی در مولکول های آمونیاک و کلروفرم بار جزئی منفی دارن. بچه‌ها هول و هوش آمونیاک اتم های جانبیش چیه؟ بار جزئیش چیه؟ ما یه ترتیب زور داریم، بچه‌ها حفظن. میشه فونسلبری C بیشتر از H، S بیشتر از C. بگو فونسلبری C بیشتر از H، S بیشتر از C. قبول؟ حالا وقتی من NOH دارم حتما زور N بیشتره و مجاور اینها بارها مثبت. پس اتم های جانبی در آمونیاک بارش مثبته. غلط. یعنی تو نمیتونستی اینو نزنی، جیم تابلو بود. ادامه نمیدیم. متوسط. درست شد. سوال متوسط الف ب ج من بود، میشد زد. از کجا اومده ترکیب؟ از پایه و 12 مثلا کلروفرم در 12 دیده میشه. بریم سراغ سوال بعدی. سوال خوبیه، بسیار سوال استاندارد و درستیه به نظرم.
میگه اگر در دمای معین درصد جرمی محلول سیر شده برابر 20 باشه، خیلیا محلول ها رو حذف میکنن میگن سخته. من بارها تو کلاسام گفتم بچه‌ها حتی اگر سختتونه لولتون پایینه اشکال نداره، مثلا با این مخالف نیستم ولی اصول اولیه‌شو یاد بگیرید. بله از محلول ها میشه سوالی داد که بسیار سخته، میشه هم سوال ساده داد. نگاش کنید فقط. وقتی من میدونم که درصد جرمی محلولم 20 یعنی چی؟ یعنی 20 تا از اون نمک درصد جرمی، فقط فرمول مادر جرم حل شونده به جرم محلول، یعنی 20 تا نمک تو 100 تا محلول، یعنی 20 تا نمک تو 80 تا آب، صده میشه جرم محلول. تا اینجا اوکیه؟ اینو میبینه بچه من. حالا میگه تو 200 آب چند گرم از این نمک حل میشه؟ این کجاش کاری داره؟ داداش تو 20 تا تو 80 تا تو 200 آب چقدر؟ از این ساده تر، یعنی شما کافی الان اومدم سوال بعدی ها 20 تا ضرب داره دارم این شما هم حل میکنم دیگه، 200 کنی تقسیم بر 80 کنی، درسته؟ 4 8 آره 4 8 دوم نیم 50 دیگه نمیبینم اصلا 40 رو. خدافظ. حداقلش اینه که اینجا به 50 50 قطعی رسیدم و میزنم اگه ادامه‌شو نتونستم برم. حالا انحلال پذیری آن در این دما چند گرم در 100 گرم آبه. خب ما چی میدونیم؟ ما میگیم انحلال پذیری یعنی میزان حل شدن نمک تو 100 گرم آب، ولی درصد جرمی تو محلوله. خب حالا بچه‌ها ببینید یه تناسب ساده دیگه فقط با مفهوم. ما میایم چی میگیم؟ میگیم 20 تا از این نمک بوده. اصلا با چیز بریم دیگه، با این آخریه بریم عددش بهتر. میگیم 50 تا از این نمکه بوده، توی 200 تا آب حل شده. هتل. حالا انحلال پذیری میگه تو 100 تا آب چقدر؟ نصف شده 25 گزینه 4 تمام. دیدید؟ حالا برو محلول رو حذف کن. فقط با مفهومش حل میشه دیگه، نه؟ و ما حل کردیم. بریم سراغ سوال بعدی ببینیم که بعدی چی میگه. سوال 85 رو ببینید. حالا دیگه بمونه دیگه. ببین من دارم رو دفترچه تستم میزنم و این شما حالا چند وقتی که رعایت هم میکنم، مثلا این حلیه براش این پایین نشسته که جا داشته باشه. سوال 84 بذارید بهش بگم متوسط. آره و کجا فصل 3 دهم. بریم سراغ سوال بعد. مخلوطی از دو ماده آودی در یک لوله آزمایش به شدت هم زده میشه و سپس هم زدنش متوقف میشه. آ و دی از یکدیگر جدا میشن و دو لایه مجزا تشکیل میدن. اگر دی در انتهای لوله، پس یه لوله داریم دی اومده این ته و آ اینجا باشه، کدام مورد درسته؟ اولین چیزی که به ذهن من میاد چگالی این دوتاست که حالا تو یکی از گزینه‌ها دارم میبینم بهش دست زده. اینجا اگر جرم عادی برابر باشه، ببین اونی که بالاتره چگالیش کمتره دیگه، نه؟ اونی که پایینه چگالیش بیشتره. اوکی، پس من الان سریع این ذهن منو برد سمت چگالی 4 رو دیدم. پس من میگم آقا چگالی آ حتما کمتر از دیه. پس اگر جرم‌های برابری داشته باشیم، این V1 باشه این V2 باشه، خب حجم V2 باید چی باشه؟ باید کمتر باشه. پس حجم آب به یقین کمتره. غلط. ببین ذهن من فهمید چی داره میگه، زدمش 4 قطعا غلط. اما آ میتونه یه محلول و دی حلال خالص باشه. ببین اتفاقا من به این سوال میگم سخت، از دید تو دارم حل میکنم. یعنی باید ذهن داوطلب تو اون خستگی و استرس همه جایگشت ها رو تو ذهنش بیاره. من به قبلی نمیگم سخت، عدده این سخته. خب حواسش باید به همه چی باشه. این میتونه آزارت بده. مثلا من میدونم که آ میتونه محلول دی حلال خالص باشه. یعنی چی؟ یعنی تو یه چیزی رو چرخوندی محلول و حلال رو جدا، که مگه داریم؟ بابا خود محلول متشکل از دو جزء، حل شونده و حلال. میدونین چیکار کرده؟ مثلا برده محلول رو تو سانتریفیوژ میچرخه، جدا میکنه. مثلا یکی از راهی که حالا بعضی همه هم نمیشه جدا کرد. این به ذهن من میاد. ولی یعنی چی که مثلا یه چیز محلول شده حلال جزئی از محلوله؟ این خیلی غلط. اما میگه عادی میتونه دو حالت فیزیکی متفاوت باشه. آره میتونه تو چرخوندیش به نحوی سرعت بالا جداشون کردی.
بعد یکیش میتونه جامد باشه، ته بشینه، یکیش مایع باشه، میتونه اصلا یکی هم باشه. درست شد؟ پس 2 جوابه. من به این سوال میگم سخت. بریم سراغ مسئله بعدی، چون باید تو همه حالت رو یادت بیاد. مسئله بعدی میگه 800 میلی لیتر کلسیم کلرید دارم، 800 میلی لیتر از این، درسته؟ در واکنش کامل با 1200 میلی لیتر محلول سدیم فسفات 72 صدم مول از این داده. دیدیش؟ خب سدیم کلرید داده. مجموع غلظت مولی یونها در محلول آغازی کلسیم کلرید کدومه؟ مجموع غلظت یونها. ببین ما اینوش عدد داریم که وقتی اینا رو شما عدد میبینید نمیتونید حساب کتاب کنید، باید بفهمید اینا چی هن. من با حجم یک محلول بدون داشتن غلظت به هیچ جایی نمیرسم، ولی اگر غلظت رو میداد، غلظت تو حجم مول میده، بعد از مول شروع کردم میرسیدم. اما من اینو دارم، معادله هم دارم، از مول تولیدی میتونم به مول مصرفی برسم. با چی؟ با ضرایب. کافیه بگم 72 صدم رو تقسیم بر 6 میکنم، مول به ضریب، میام اینور مول CaCl2 رو به دست میارم. خوبه؟ تقسیم بر ضریبش که 3 دیگه، نه؟ که خیلی خوشگل در میاد. 1 2 35 36 صدم. پس من فهمیدم چون اینقدر از این تولید شده، تازه میشد نصفش هم کرد رو هواها، حتما 36 صدم مول من کلسیم کلرید داشتم. غلظتش رو میخواد، غلظت یعنی مول تقسیم بر حجم، پس اینو تقسیم بر 8 لیترش میکنم تا چی به دست بیاد؟ مولارش. حالا این چیزی که ما به دست آوردیم غلظت اولیه کلسیم کلریده. سوال میگه مجموع غلظت مولی یونها در محلول آغازی کلسیم کلرید کدومه؟ آقا این مول CaCl2 و همونطور که میبینید در هر یک مولش 3 مول یون وجود داره، یعنی بره واسطه تو آب یه دونه CH2 مثبت میده، 2 تا Cl منفی، پس هر یه مولش 3 مول میده. خب اینجاش محاسبهشو یه خورده میتونست مثلا اذیتتون کنه. خب 3 تا 36 تقسیم ساده نمیشه دیگه. حالا اینجا 8 تا میتونیم بزنیم، البته اینو بگیریم 18 صدم، اینو بگیریم 4 دهم، کاملا دانش آموزی 2 دهم، اینو بگیریم 9 صدم، 27 دوم 13 و نیم، اینا میشه دیگه. گزینه 4 رو میزنیم. خیلی هم اذیت نکرد، نه اذیت نکرد. خب بذارید به این سوال بگم یه تله داشت، فقط اینکه غلظت آغازی چقدره یه عدد اضافه داشت، این 1200 میلی لیتره. بذارید به این سوال بگم متوسط، ولی واقعا استو سختی نبود. خب این هم از سوال 86. بریم سراغ سوال بعدی که من خیلی دوستش دارم و اینجا آقای درویشی شاهده که من چند بار این نکته رو پشت این دوربین گفتم. ببین چقدر خوشگل اومده سواله. ببینید سوال 87 میگه فرمول مولکولی یک ترکیب آلی غیر حلقوی، حلقه نداریم، مشابه فرمول هگزنه، کدام مورد درباره ویژگی ساختاری این ترکیب به یقین درسته؟ 100 بار من اینجا گفتم. چی گفتم؟ دارم میگم، ببین اونجا دارم میگم. 100 بار اینجا گفتم که بچه‌ها به ازای هر دوگانه 2 تا اچ کم میشه، به ازای هر حلقه هم 2 تا اچ کم میشه، از حالت سیر شده. خب حالا دقت کن، میگه فرمول یارو مشابه هگزنه، هگزن یه دونه از اینا داره، بعد خود یارو داره میگه غیر حلقویه، پس حتما شمار پیوندهای دوگانه در زنجیره کربنیوم برابر 1، حالت دیگه ای نداره. تمام. ساده با این تفاصیل دیگه. اوکی؟ ساده، خیلی هم ساده. این هم از سوال 87. سوال بعدی هم سوال خوشگلیه، مسئله است. من نگفتم، باز ببین من چقدر آدم فراموشکاریم، این سوال رو نگفتم. این فصل 3 دهم بود، متوسطش رو گفتم. 87 میتونم بگم شیمی عالی، حالا فصل 2 11 و فصل 3 11 اونجاها، و به نظر من که ساده، اونم اعلام کردم. بریم سراغ 88. فصل 2 11
راجع به چی حرف میزنه؟ میگه درصد خلوص نوعی چربی و زغال سنگ به ترتیب 80% و 50%. خوبه؟ جرم زغال سنگ چند برابر جرم چربی باشه تا گرمای تولید شده از سوختن چربی 2 برابر گرمای تولید شده از سوختن زغال سنگ باشه. نسبت جرم های اینا رو میخواد، پارامتر باید بتونی تعریف کنی. ببین من میام به این میگم آ گرم، جرماشون برابره؟ نه. به این میگم بی گرم. میگه یه کاری کن که چربیه دوبل اون یکی گرما بده. ببین به من یه چیزی اینجا داده، میگه ارزش سوختیشون اینه، ارزش سوختی کیلوژول بر گرمه. اوکی؟ وقتی ارزش سوختی کیلوژول بر گرمه، پس اگر ضرب در جرم ماده بشه گرمای تولیدی رو من میده دیگه. فقط اینجا باید یه کاری کنیم. کاری که میکنیم اینه، ماده رو تو درصد خلوصش ضرب کنیم. میگیم آ جرم اون یارو چربیه ضرب در درصد خلوصش 80 صدم یا 8 دهم میشه یه جرمی، میشه یه گرمی و نشون دادم این ضرب در ارزش سوختیش که چنده؟ چربیو داده 39 یه مقدار کیویی رو به من میده. حالا میرم همینو برای زغال سنگ به دست میارم. جرم زغال سنگ رو بی در نظر گرفتیم، ضرب در درصد خلوصش 50%، نیم ضرب در ارزش سوختیش 30. بچه ها نسبت این دوتا رو گفته 2. خب در اومد دیگه، نسبت این دوتا رو گفته 2. حالا من چی میخواد؟ یادم رفت سوال. میگه جرمش چند برابر، جرم زغال سنگ چند برابر جرم چربیه. خب تا گرماش بشه این گرماشه دیگه. من الان نسبت این جرمه رو به دست بیارم تمامه، یعنی نسبت آب بیو. خب چه کنیم با هم؟ ضرب و تقسیم کنیم دیگه. اینو بزنیم یه 14 بگیریم فعلا از شر اون راحت بشیم. بعد این 4/5 ببینیم یه 8 بگیریم بالا. خوبه؟ آره یه 8 بذاریم اینجا. این با این ساده میشه. آره 30 با 39 3 برابر میشه 13 دیگه. نه اینجا 10 بمونه، این بشه 13. بعد حالا 10 13 آره وایسید یه 8 هم دارم، اون یادم رفت، اون یادم نره. یه 8 هم دارم. 8 ضرب در 13 تقسیم بر 10. عددا رو ببینم. خب من الان میزنم تستو. الان نگاه کنید. 8 ضرب در 13 میشه چند؟ یه عددی بزرگتر از مثلا 10. یه کوچولو بزرگتره دیگه ها. چون 8 تا 24 تا 10 خورده تقسیم بر 10 میشه 1 خورده میشه دیگه. 2 که نمیشه، اون دوتا مثلا پرت و پلاس، یعنی کمتر. من 4 رو میزنم. میتونید حساب هم بکنید. سوال بذارید بهش بگم متوسط فصل 2 11. دوباره از شیمی 11 شیمی 11 پرتست در کنکورهای نظام جدید. میگه با توجه به ویژگی عنصر نقره مثل پتاسیم روی تمرین های کتاب رو بهش توجه کنید و نکات پنهان در اونها. دقیقاً تمرین کتاب همینا رو اسم برده. کدام مقایسه درباره آنها درسته؟ من میدونم که تو این جماعت پتاسیم از همه واکنش پذیریش بیشتره. اولین چیزی هم که یاد گرفتم اینه که هرچی واکنش پذیری بیشتر استخراج دشوارتر، پس گزینه 3 رو به راحتی میشه زد. و مثلا نگهداری تو همونجا میگیم که هرچی واکنش پذیری بیشتر باشه نگهداری سخت تره. بریم، خیلی سوال سختی نبود. فصل 11. در یک ظرف 2 لیتری 32 گرم مخلوط متان و پروپین با مقدار کافی گاز هیدروژن واکنش میده تا فراورده های سیر شده تشکیل بشه. اگر افزایش جرم مخلوط کربن اینقدر درصد آغازی باشه، گاز متان کدومه؟ خب من اینو جا دیگه واقعا جا نمیشه، باید یه کاری کنم بیام پایین. یه کاری کنیم 91 رو حل کنیم، بعد من میام پایین 90 رو حل میکنم تو اون جایی که محاسباتیه. اول 92 رو حل میکنیم، شما این کارا رو بکنید. مثلا 91 سوال خوشگل‌تر و راحت‌تریه. میگه نسبت جرم اتم‌های کربن به جرم اتم‌های هیدروژن در کدام دو گروه از ترکیب‌های عالی با افزایش شمار آنها ثابت میمونه. نکته معروفیه در آلکن‌ها و سیکلو
ببین در آلکن ها که فرمولشون اینه و در سیکلو آلکان ها که فرمولشون همینه. بچه‌ها اگه بخوایم پارامتری نسبت جرم کربن به هیدروژن حساب کنیم، اینجا تستو زدم دارم یاد میدم. 4 میشه 12n تقسیم بر 2n. 12 جرم کربن 2n، اینا با هم خط میخوره. ببین تو کدوم یکی از این ترکیبات عالیان که بتونه اینا با هم خط بخوره اون n و این نسبت همیشه یکی باشه، جز آلکن و سیکلوآلکان ها. مثلا وقتی شما چه میدونم آمین داری، NH3 داری، CH3NH2 داری، اینات با هم خط نمیخوره. یا تو آلکان CnH2n به اضافه 2 داری، 12n تقسیم بر 2n به اضافه 2، اون به اضافه 2 نمیذاره اینا حذف بشن و این نسبت یکسان نیست مسلما. پس اینم زدیم، 92 رو بزنیم بعد بریم اونو بعدش حل کنیم. میگه گرمای آزاد شده. ببین دوباره نگفتم 91 سوال ساده، واقعا ساده، اصلا معروفه. خب حالا تهش هم میگم، حالا نشینی بگی او مثلا ما اینا رو باید میزدیم نزدیم، نه، تهش میگم که با شکار چند تا از این ساده متوسطا تو میتونی مثلا بری پزشکی دانشگاه تهران بشینی. پیش بینیمو میگم دیگه، چون هنوز نتایج اعلام نشده. دارم ببینید میگه گرمای آزاد شده از چگالش 3 مول کربن. بچه چگالش یعنی تبدیل گاز به جامد. چند گرم اتین با مقدار کافی گاز هیدروژن برابر است. آها، تو این سوالای دو تیکه یه چیز مشترک باید پیدا کنیم. اون چیز مشترک چیه؟ میگه گرمای آزاد شده از چگالش 3 مول کربن دی اکسید. پس هر یه مولش چگالش پیدا میکنه 25 تا میده، پس 3 مولش میشه 3 تا 25 تا. این اون چیزیه که داره راجبش حرف میزنه. میگه این گرما تو دومی با گرمای حاصل از واکنش چند گرم اتین، گرم اینو میخواد، با مقدار کافی گاز هیدروژن برابره. ببین ما یک کسر ساده داریم Q به قدر مطلق دلتا H. Q پل ارتباطی این دوتاست، پس من 3 ضرب در 25 کیومه تقسیم بر دلتا H این واکنش باید بکنم مساوی جرم اون C2H2 بکنم تقسیم بر جرم مولی و ضریبش که 2 تا 12 24 و 2 26 ضریبش هم 1. چالشی که اینجا دارم دلتا H رو ندارم. سوال ترکیبیه. دلتا H رو کجا میارم؟ آنتالپی پیوند داده. در واقع سوال زمان بره. اصلا سخت نیست، ایده جدیدم نداره. خب حالا مجموع آنتالپی پیوند واکنش دهنده ها. اول پارامتری می‌نویسید. بچه نهایی ما که نداریم که این تو، چون آلکینه من یه سی سگانه دارم به اضافه 2 تا H دارم، حتما پیوند CH دارم 2 تا، بعد 2 تا دونه هم HH دارم. میبینی؟ این مجموع آنتالپی پیوند واکنش دلتا H هم ننوشتم نگید علمی نیست، نوشتم که فقط شما ببینید ولی اصلا عدد میذاشتم. منهای آقا اینجا من آلکان دارم، سی جون رو دارم، سی جون یگانه، چند تا؟ یه دونه، و حتما 6 تا دونه هم CH دارم. حالا قبل از اینکه عدد بندازین تو، این 2 تا CH رو 6 تا ازش داریم انگار ور می‌داریم دیگه، 2 تاشو ور می‌داریم، پس از این 4 تا CH میمونه. آقا یه دونه ضربه کمتر هم بهتر. حالا عددا رو ور می‌دارم میارم، همه رو هم به من داده. C تریپل C نگاه کن، 840 میشینه اینجا، به اضافه HH هم کو اون راهاش 435 2 تا. بذار ضربشو بزنم دیگه. 2 تا 435 که اگر تست زده باشید دیگه اینجا نمیگی 870 اصلا اومده، چون 435 خیلی تکرار شده تو تستای کنکور سال قبل. پس یه 870 تا اینجا دارم بمونه. آقا 1600 1710 این دیگه در اومد. بریم اونور. یه سی جون داریم یگانه، سی جون پسر خوبیه، یه 350 تا ها. حالا از این طرف سی جون هم که 350 تاست گذاشتم، 4 تا هم CH دارم، یعنی دوباره 4 تا چی دارم؟ دوباره چرا یه باره 4 تا 415 دارم. خب بذار ضربشو بذاریم اینجا بچه‌ها. 4 تا 400 تا 1600 تا، 4 تا 15 تا 60 تا 1600 تا
اونم یه 60 تا درست شد، میشه 1660. بزنین پاکش کنم. پس شد 1660 تا. یه 350 تا میذارم روش. یک این 2010 و کافیه 2010 رو از این رو ازش کم کنم، میشه منفی دیگه. دلتا چه این واکنش به دست بیارم، بذارم اونجا به دست بیارم. خب بذارید از 2010 ما عددمون رو کم کنیم، یه 1710 ورداریم که دیگه خیلی تابلو 300 دیگه نه. پس دلتا چه این واکنش منفی 300، ولی ما اینجا قدر مطلقش رو میذاریم 300. برگردیم به سوال دیگه. ما چالشمون پیدا کردن دلتا اچ بود که حالا خوشگلم در میاد 100 درست شد. 25 صدم 1/4 دیگه، 1/4 26 دوبار تقسیم بر 2 کنیم، یه 13 و یه دونم 13 تقسیم بر 2 6.5. اینم از این. یه فاصله بگیریم، من اینو پاک کنم 91 رو براتون حل کنم. خب بریم سراغ سوال 90 که این لابلا مونده بود. فقط 92 رو بگم از فصل 2 11 هم بود. بهش هم بگیم متوسط. چرا بهش بگیم متوسط؟ چون ایده جدیدی نداشت، یه خود حالا زمانبر بود. اینجا حل میدم. اما 90 ببین میگه یه ظرف دارم 2 لیتری 32 گرم مخلوط متان و پروپین رو با هم دارم. نمیدونم چقدرش متانه چقدر پروپینه. n بار تا الان اینو داشتیم. با گاز هیدروژن واکنش میده تا فراورده سیر شده تشکیل بده. خب میدونید دیگه متان آلکان با هیدروژن واکنش نمیده، این پروپینه واکنش میده که آلکینه. افزایش جرم مخلوط هیدروکربن ها حدود 7.5% جرم آغازیه، یعنی 7.5% اون. غلظت مولی آغازی متان در ظرف کدومه؟ ببین چه میکنم؟ اولا ما چی داریم؟ متان داریم CH4 و پروپین C3H. بچه آلکین 2N-2 میشه 4. این جرمش چقدر بود؟ 32 بود دیگه. آره اشتباه نکنم یادم میره. بله 32 بود. حالا این وقتی با گاز هیدروژن واکنش میده، این که واکنش نمیده، این واکنش میده. چون پیوند سه‌گانه داره هر یه مولش 2 مول H2 میخواد تا کاملا سیر شده بشه پروپین بشه پروپان. قبول؟ حالا بچه‌ها داره میگه 7.5% جرم آغازی، یعنی 7.5 ضرب در جرم آغازی CO2 به جرم هیدروکربن های ما اضافه شده، یعنی داره به جرم هیدروژن رو میگه. جرم هیدروژنه. چون اگه اینجا نگاه کنید آنچه که اضافه میشه به مجموعه CO2 گرم هیدروژنه. خب پس ما بریم 7.5 ضرب در CO2 رو به دست بیاریم، ببینیم جرم هیدروژنی که اینجا واکنش داده چیه. ادامه واکنش چرا ننوشتم؟ لازم نیست. من این دوتا رو میخوام. اگر جرم هیدروژن رو داشته باشم جرم این به دست میاد، از CO2 کم میکنم جرم متان رو میگیرم. نگاه کن 7.5 ضرب در CO2 یه 7 رو ضرب در 30 کنیم میشه چند؟ 210. بعد 7 رو ضرب در 2 کنیم میشه 14. نیم ضرب در 32 میشه 16. میبینید 10 3 4 24 240. صفرش رو زدم با این اشاره. حالا 24 صدم دیگه میشه 24. آره دیگه میشه چند؟ اوه راست این 240 میشه 240 صدم که میشه 2.4. این 2.4 گرم چیه ماست؟ H2 ماست. این حالا از این شروع میکنم میرسم به جرم این پروپین. چجوری؟ جرم به جرم مولی هیدروژن 1 H2
ضریب 2 جرم ایشون 3 تا 12 تا 36 و 4 40. محاسبه ببین چقدر راحت و خوبه. دمتون گرم طراحای کنکور. 6 4 تا 24 تا، اینجا 6 دهم دارم، 6 4 تا 24 تا اشارش هم زدیم رفت. پس اینجا جرم 24 گرم میشه جرم چی؟ میشه جرم پروپین C3H4. حالا ما میدونیم که جرم کلمون 32، یه 24 تا ازش ور میداریم، یه 6 تا و 2 تا 8 تا، پس 8 گرم مابقی متانه. سوال من چی خواسته بود؟ ببین من فهمیدم که چه جرمی از این دوتا هر کدومن. حالا سوال من چی خواسته بود؟ گفته بود غلظت مولی آغازی متان چقدره؟ حجم ظرفم 2 لیتر بود. بچه‌ها من جرمو دارم، جرم متان تقسیم بر جرم مولیش میکنم، 12 و 4 16. بذار اینجا تقسیم بزنم، میشه نیم مول دیگه. حالا مولو دارم، مولا رو میخواد، یه تقسیم بر 2 میزنم، تقسیم بر 2 لیتر، 2 لیتر حجم ظرفم میشه 25 صدم مولار. بگم به این سخت، ولی سخت رو به پایین. میدونید چرا؟ چون شبیهش در کنکورهای سال قبل بوده. تو بسته مرچه چند بار گفتم شما اولین کاری که باید بکنید یه 1400 500 تا سوال خوب کنکور رو حل کنید، بعد برید سراغ چرت و پرتای دیگه. حالا کلی نگم، اول سوال کنکور رو حل کنید، برید ببینید چقدر ایده تکراری بود. پس الان سوال 90 که جزء سوالهای سخت ماست، بچه‌ها ترکیب مفهوم شیمیاییش مال 11 استو هم که همه جا هست، جزء سوالهای سخت ماست، ایدهش تکراریه. یعنی حل سوالهای کنکورهای سال قبل میتونستید این ایده رو ببینید. 25 صدام فقط گزینه‌شو نزدم، یعنی گزینه 2. خب این هم از سوال 90. بریم سراغ صفحه جدیدمون. مثل منم اگه جا کم آوردید محاسبات رو با مداد پاک کنید، دوباره جا براتون باز بشه. سوال بعدی رو ببینید. چقدر سرعت ما سوال داشتیم توی این آزمون. میگه گازهای A2 و D2 به ترتیب غلظتشون 2 دهم و 6 دهمه وارد ظرف 2 لیتری میشن. بعد اگر واکنش فلان در مدت 10 دقیقه انجام بشه، کامل بشه، یعنی تموم شن، کدام نمودار غلظت زمان برای 4 دقیقه آغازی این واکنش میتونه درست باشه؟ غلظت زمان. و پس از 4 دقیقه در واقع با توجه به نمودار چند مول گاز در ظرف وجود خواهد داشت. در بازه زمانی گفته شده یه طرفه در نظر گرفته میشه معادله موازنه بشه. خیلی خوب، معادله موازنهش که راحته. ما یه تکنیک داریم، بچه‌ها میدونن، مخرج مشترک 2 و 3. اینجا یه 2 میذاریم، انگار بین 2 و 3 داریم مخرج مشترک میگیریم. پس اینجا یه دونه 2 میذاریم، اینجا یه دونه 3 میذاریم، دیامون درست شد، آمونم درست شد. حالا بچه‌ها غلظت آغازی A2 چقدره؟ نگاه کنید، 2 دهم مولار. D2 چقدره؟ 6 دهم. خب همه رعایت کردن اینو؟ نه، همه رعایت کرد. پس چجوری میتونیم تستو بزنیم؟ ببینید. مثلا گزینه 3 رو نگاه کنید. ما 4 کلمه جادویی داریم. اولیه، مصرفی، باقی مانده، تولیدی. برای فرآورده فقط این نیست، تو هم برای واکنش دهنده. از مصرفی به تولیدی میشه رسید، از مصرفی به مصرفی دیگه و تولیدی به تولیدی دیگه. حالا خوب نگاه کنید. توی گزینه 3 اولیه من برای D2 6 دهم بوده، اینجا تو 4 دقیقه رسیده به 3 دهم. بچه‌ها 3 دهم چی شده؟ مصرف شده. اولیه، باقی مانده، اختلاف مصرفی. حالا وقتی که 3 دهم از D2 مصرف بشه چقدر A2 مصرف میشه؟ آقا 3 تا یه دونه، پس 3 دهم 1 دهم، نه 2 دهم. پس این غلط. این چقدر راحت با این نگاه میشه زد. اوکی. خب پس الان گزینه 1 میتونه درست باشه، نگرش میدارم. میبینی؟ هیچی دوم دیگه. ببین اون 3 دهم 1 دهم رعایت شده. حالا بیایم اینجا. آقا از تولیدی به مصرفی و برعکس میشه رسید. مثلا الان بین این دوتا نگاه کنید، یکیش درسته احتمالا. مثلا ما اینجا چون عدد شبیه ضرایب من اینو انتخاب میکنم. ما اینجا 2 دهم مولار تولیدی A3. اگر 2 دهم از این تولید بشه چقدر این مصرف میشه؟ آقا 2 به 3 پس 2 دهم 3 دهم. پس باید 3 دهم از اون مصرف بشه، درسته. دیدین؟ حالا اینجا
آقا پس این میتونه درست باشه بمونه، اینم موند. نمودارا رو دارم چک میکنم، یه آموزشی هم داریم. اینجا ما 1/10 عادل 3 داریم. 1/10 چقدر از این؟ اگه براتون سخت تناسب بزنید حتی از ضرایب استفاده کنید، مثل مول. میگی 1/10 اگه از این تولید بشه تقسیم بر ضریبش 2، برم ببینم چقدر دیدو مصرف میشه. خب دیدوم x میذارم تقسیم بر ضریبش 3. میبینید میشه 3/10 تقسیم بر 2 میشه 15 در صورتی که میبینید 2 اومده پایین، پس اینم غلطه. دو تا گزینه پرید. حالا مقدار مول ها رو باید حساب کنیم. بریم سراغ گزینه 1. میگه که تیکه دوم پس از 4 دقیقه، یعنی همینجا، با توجه به نمودار چند مول گاز در ظرف وجود خواهد داشت. آقا این نمودار درسته. بچه‌ها توی این لحظه من 1/10 آدم مصرف شده. وقتی از اون 2/10 1/10 بره، پس آدویی که میمونه 1/10. پس تو ظرفم الان 1/10 مولار آدو دارم. 1/10 هم مصرف شده. بیا ببینم 1/10 از این مصرف بشه چقدر از این مصرف میشه؟ 3 برابر 3/10 چقدر بوده؟ 6/10. پس چقدر دیدو میمونه تو ظرف؟ 3/10. دنبال این می‌بینیم چند مول گاز تو ظرف داریم. یه 1/10 آجو داریم، یه 3/10 دیدو. حالا فراورده تولیدیم چقدره؟ نسبت مصرف آدو به تولید آدیسه 2 برابره. ببین همش رو حواس دارم آموزش میدم. خب پس اگه 1/10 از این مصرف بشه ما 2/10 آدیسه داریم. پس کل غلظت گونه های من، یعنی باقی مانده این دوتا و تولیدی اون، یه عددیه که چقدر؟ 6/10. آقا 6/10 مولاره. خیلی مهمه تو شیمی که مولو میخواد یا مولار. میگه چند مول گاز در ظرف دارم و حجم گاز رو به من داده 2 لیتر. حالا من مجموع غلظت ها رو دارم، ضرب در حجم ظرف میکنم، 2 لیتر میشه 1.2 مول. به همین زیبایی گزینه 1 جواب. حالا اینا رو من توضیح دادم چون احتمالا شما دوست عزیز هستی که همکلاسی من نبودید در قبل، بدونی که اینا رو اینجوری میشه حل کرد، ولی توضیح اینا نگاه میکنیم میزنیم. ما توضیح دادم که خود بیاد تو باغ چون زبان فرق میکرد. بریم سراغ بعدی. بچه‌ها سرعت بخوام سطح هم بهش بدم، اگه اینا رو بلد باشید نهایتاً یک سوال متوسط بارها و بارها الگوش مدلش بوده، پس متوسط. اصلا ایده جبه من سخت دیگه خیلی سخت میگیرم دیگه. حالا منظورم این نیست که درصدت باید 80-90 بشه ها، اصلا منظورم این نیست. منظورم اینه که تو با حل کنکورهای سال گذشته با یه آموزش درست میتونستی به عددی برسی، چیز عجیب غریب و پیچیده‌ای نبود. بوده من سال پیشم کنکورها هست حل کردم، گفتم این سوال چرته، محاسباتش سخته، قور زدم به طراحا، ولی این کنکور خیلی قور نداشت. بیاید با هم صادق باشیم. بریم سراغ سوال بعد. میگه نمودار، مثلا این سوال ببینید چی آخه، سرعت. میگه درباره نمودار مول زمان برای اجزای شرکت کننده در واکنش‌های شیمیایی گازی کدام مورد همواره درسته؟ گزینه 1 خیلی دردسره، 2 خیلی خوشگل و ساده است. میگه اگر سرعت واکنش برابر این باشه، برای ماده آ فراورده است. آره چون مثبت منفی نداره فراورده است. و ضریب استوکیومتریش 1 خودشه. ببین اگر بغل دلتا تی عددی باشه این ضریبه، اگر منفی داشته باشیم واکنش دهنده است، مثبت فراورده است، ضریبش 1 پس حتما واکنش دهنده است. بذارید بهش بگم متوسط 11 فصل 2 تیکه دوم فصل 2 سرعت، 2 تا سرعت. بریم سراغ سوال بعدی. این هم سوال قشنگیه. اگر زیرلایه‌های الکترونی در حال پر شدن در اتم 2 عنصر X و Y، پس ما 2 تا عنصر داریم X و Y، زیرلایه‌های الکترونی در حال پر شدن این دوتا به ترتیب 3D و 4P باشه. پس اینجا ما 3D داریم با A الکترون و ما اینجا 4P داریم با B الکترون. حالا میگیم و تفاوت A و B برابر 7 باشه، یعنی A منهای B شده 7. تو این دوتا تعریفی که خودش گفته. خب کمترین تفاوت عدد اتمی 2 عنصر کدومه؟ وقتی عنصری دیش در حال پر شدنه در دسته دی قرار داره، درسته؟ وقتی عنصری پیش در، ببین دیگه پیش در حال پر شدن دیگه،
وقتی 4 پیش در حال پر شدنه یعنی تو دسته پیاس. ببین میگه کمترین تفاوت عدد اتمی. خب اولین جایی که 4 پی پر میشه عدد اتمیش چنده و باز هم تسلط رو جدول. چند تا سوال؟ اولین جایی که دوره 4 پی شروع میشه به پر شدن 31. پس اینجا من 31 رو دارم که این تو میتونه 1 بگیره. حالا وقتی 31 باشه بچه‌ها عدد اتمی 31 اینجا B1 درسته یا نه؟ B تعداد الکترون های پی خود سوال تعریف کرده این پارامتر. حالا چطور میشه که اختلاف آ با منهای 1 بشه 7؟ یعنی آ باید 8 باشه. درسته؟ یعنی آ چیه؟ آ رو چی تعریف کرده؟ الکترون های موجود در 3D 8. حالا 3D8 کدوم اتمه؟ عدد اتمیش چنده؟ 4s2 میشه 20. اینو بچه‌ها میدونن. 4s2 میشه 20. پس 4s2 3D8 عدد اتمیش 28. اختلاف 31 و 28 کمترین حالتیه که میتونه این چیزی که سوال گفته باشه و عدد 3. سوال خوبی بود. بهش بگم سخت خوبه؟ متوسط رو به بالا. میشه سخت باشه برای داوطلب، البته حق میدم. بریم سراغ سوال بعدی. باز هم سرعت. سومی سوال سرعته. هیچ مبحثی رو حذف نکنید. دیدی؟ تا سوال ساده هم داشت، تا سرعت بسیار ساده هم داشت. این هم سوال بعدی نیست. میگه نمودار داده شده تجزیه 4 مول NO5 رو داره نشون میده. پس مقدار آغازی من 4 موله. توی ظرف 2 لیتری اگر سرعت متوسط تشکیل گاز NO2 سرعت این در گستره 10 تا 30 ثانیه کجا؟ تو فاصله زمانی 10 تا 30 ثانیه این عدد باشه، یعنی 54. واحد خیلی مهمه تو سرعت، مول بر لیتر بر دقیقه باشه. سرعت NO2 نه سرعت واکنش و حواستون باشه. کدام مورد درست است؟ یکو بریم. میگه N1 و N3 به ترتیب میتونه 2 و 14 باشه. ببین من با واحد سرعت میرسم به مول تولیدی NO2. چون NO2 فراورده است در طول واکنش تولید میشه. فراورده یک کلمه جادویی داره، تولیدی. چجوری میتونم به مول تولیدیش برسم؟ حجم ظرفو دارم یا ندارم؟ 2 لیتر. اگر سرعت رو ضرب در 2 لیتر کنم زمانم هم 10 تا 30 ثانیه است، میشه 20 ثانیه که معادل 1/3 دقیقه است و اینو ضرب در 1/3 مینت کنم دقیقه و این یارو میره لیتر، مول میمونه. این همون مول تولیدی تو این بازه زمانی و تو این ظرفه. خب که بریم عددش رو به دست بیاریم ببینیم چند میشه. 54 به 3 ساده میشه دیگه. 30 تا 3 8 تا 24 تا 1/8. دیدیش؟ حالا اگر این 1/8 رو ضرب در 2 کنیم میشه 3 و 6. معنی این 3 و 6 چیه؟ واحدش که موله. یعنی تو این بازه زمانی 3 و 6 دهم NO2 چی شده بابا؟ تولید شده، مول. من از تولیدی به چیه واکنش دهنده میتونم برسم؟ مصرفیش. مول بذاریم. این تقسیم برای 4 مساویه با بچه ها حد فاصله N1 تا N3 خب همون مقدار مصرفی تو این بازه زمانیه. مفهوم؟ پس به مول NO5 برسم که تقسیم بر ضریبش که 2 میشه. این 1 2 1/8. یعنی اختلاف N1 و N3 باید 1/8 باشه. 2 منهای 14 1/8 تق. تستو زدیم ادامه نمیدیم. من دارم دانش آموزی رو 1 شروع کردم دیگه، بقیه‌شون هم همین شکلیه. دیدین؟ اینم از این. سوال بعدی. اینم بچه‌ها دومین بار از اون نکته طلایی در واقع آلکان ها ترکیبات عالی استفاده میکنیم که توی کلاس ها میگیم و خیلی هم پرکاربرد و باحاله. نگاش کنید. یه بارم تو اون سوال بالایی 5 ثانیه زدیمش. میگه کدام مورد درباره ساختار مولکول داده شده نادرسته؟ دارای یک گروه حامله کربونیل
و یه گروه متیله. این COA چجوریه؟ آقا این COA اینه کربونیله که یه دونه CH3 بهش وصله. حالت دیگه این نمیشه کربن ظرفیتش 4 باشه با این قیافه، نمیشه. پس یه گروه کربونیل داره، بله، و یه گروه متیل CH3. کاملا درست، ما دنبال نادرست. تفاوت شمار پیوندهای CH با شمار پیوندهای CC برابر 3. بعد تو بعدی جرم اکسیژن رو میخواد چند برابر هیدروژن. آقا فرمول میخوایم. ببینید بیاید کربونا رو بشماریم. یه 6 تا 7 8 9 10 11 12. من به بچه ها گفتم هیدروژنش رو سیر شده در نظر بگیر، 2 برابر به اضافه 2 مثل یک آلکان 26. او هم که تابلوه دیگه، چند تا او داریم؟ 2 تا. حالا ما به ازای هر حلقه 2 تا اچ کم کن، ما به ازای هر دوگانه هم 2 تا اچ کم کن. ببین 1 2 3 4 5 6 تا دوگانه دارم، 2 تا هم حلقه. پس 1 2 3 4 5 6 تا دوگانه منهای 12، هر دوگانه 2 تا کم. 2 تا هم حلقه دارم منهای 4. درسته؟ یعنی 16 تا از این باید برداریم. بچه‌ها 16 تا ازش برداریم، هاشش میشه 10. حالا وقتی من 10 تا هاش دارم و اینجا اچ متصل به اوی ندارم، پس حتما پیوندهای سی اچ هم 10 تاست. بقیه به اچ وصلن دیگه، سی اچ به هم وصلن. شمار پیوندهای سی سی جون چنده؟ سی سی جون پسر خوبی یگانه هم هست. 1 2 3 اینجوری میبینی. اینو نشمارید، ببخشید. از من پاکش کنم که شما هم راحت تر ببینید، منم خطا نکنم. بچه ها سی سی یگانه 1 2 3 4 دیدی؟ اینجا 5 6 دیدین؟ و 7. درست شد؟ خب تمام شد دیگه. همین آقا 1 2 3 4 5 6 7 تا دونه. چطوری میتونه این 7 تا باشه اون 10 تا باشه؟ چند برابر نگفته، میتونه تفاوت گفته. تفاوت شمار پیوندهای CH که 10 تاست با پیوندهای CC جون 3 تاست. کاملا درست. تعداد در آوردید دیگه، فکر کنم گفته چند برابر. حالا بعدی مجموع جرم اتم های اکسیژن. خب من چند تا اکسیژن دارم؟ 2 تا، یعنی 2 تا 16 تا. ببین راحته، میترسید از اینا الکی. برابر جرم اتم های هیدروژن در 3.2 برابر جرم اتم های هیدروژن در ترکیب است. خب اتم های هیدروژن من 10 تاست، 10 گرمه. یکه. اون چنده؟ 32. 32 3.2 برابره. پس اینم درسته. دیگه نمیرم 4 رو حساب کتاب کنم، میزنم شمار جفت الکترون های ناپیوندی روی اتم ها. حالا هر اکسیژن یاد بگیرید به ازای هر اکسیژن 4 تا الکترون ناپیوندی داریم. پس شمار جفت الکترون های ناپیوندی هر اکسیژن 4 تا دونه یا 2 جفت. پس ما 4 جفت الکترون ناپیوندی داریم. 1 2 3 4. 2 برابر شمار اتم های کربن که ادوکسش 0 دارن که حالا میتونیم حساب کنیم دیگه. یعنی جایی که 4 منهای 4 که حساب کردنش سخته، ولی 3 مورد دیگه راحت بود و زدیم. بذارید به این سوال بگم متوسط رو به بالا، تکراری چند بار اینو براتون حل کرده بودم. بریم سراغ سوال 98 اگه موافقید. بریم ببینیم بعدی چی میگه. خب سوال 98 رو ببینید. میگه در هر زنجیره از یک نمونه پلیسیان و اتن میانگین شمار پیوندهای سه‌گانه 2 برابر میانگین شمار پیوندهای دوگانه است. در کجا؟ در هر زنجیره از یک نمونه پلی استایرن. 2 تا پلیمر داده.
اگر میانگین شمار مونومرهای سیانوئتن در هر زنجیره از پلیمر آن برابر 18000 باشه، میانگین جرم مولی پلی استایرن چند گرمه؟ پرتقال فروش رو میخواد. ببین من این کاری میکنم، آقا این پلی چیه؟ پلی سیانوئتن، 2 تا کربن، اینجا یه CN، سگانش اینجاست، اینا هم که H اینا هم زده بیرون، اینجا N1 میذارم. خب اینو به من داده 1800 تا، خودش گفته، میگه ببین میانگین شمار مونومرهای سیانوئتن 1800 تاست، N 1800 تاست، چون مونومرها تعداد این الگوهای تکراری هم به وجود میارن دیگه. N تا سیانوئتن یه پلیمر میده N تایی. خب حالا اون یکی پلی استایرنه، نگاش کنید. پس پلی استایرنه که اینجا یه حلقه بنزن داریم، یکی در میون دوگانه، اینم از این. گوش کن، هر یه مول از این یه دونه سگانه داره و هر یه مول از این 3 تا دوگانه داره. میگه شمار پیوندهای سگانه که با مول این برابره، یعنی با همون N1 2 برابر شمار پیوندهای دوگانه است. بچه‌ها پیوندهای دوگانه اینو میذارم N2 به ازای هر N 3 تاست، پس 3 تا N2 میذارم. حالا شمار پیوندهای سگانه که یه دونه N1 به 3 تا N2 شده 2 برابره. از اون طرف خودش اومده N1 و تعدادشو گفته 18000 تا، اینجا میذارم 18000. ساده میشه، میرم N1 رو به دست میارم، خب در N2 رو به دست میارم، اینی که هست در واقع اون زنجیره پلی استایرن، اما Nش رو به دست میارم، میشه N2. اینو بزنیم، خب یه 6000 درست شد، اینم که 3000. آقا N2 شد 3000. حالا وقتی N2 3000 جرم مولیمون چقدر میشه؟ بچه‌ها 3000 تا از اینا، برو جرم از اینا رو حساب کن. 6 و 2 8، یه 38 داریم، 1 2 3 5 تا اینجا H داریم، هاش 5 و 3 8. جرم مولیشو حساب کنیم، 8 ضرب در 12 به اضافه 8، درسته یا نه؟ خب انگار 9 تا 12 تا دیگه، نه؟ انگار 9 تا 12 تاست، 10 تا 12 9 تا 12 آره دیگه 9 تا 12 نه 8 تا 12 ضربش کنیم 80 تا 16 تا 96 با یه 8 میشه 104. این 104 جرم مولیه، جرم مولی این تو ضرب در 3000 میشه. پس 3000 ضرب در 104 جواب ماست. کدوم گزینه رو میزنیم؟ 3 تا 100 تا 312 اینا میشه دیگه. اینجا گزینه 3 رو میزنیم. به این سوال میگم سخت، ولی ایده مشابه داشت، سفت شد سخت. خب اینم از سوال 98. کجاست فصل 311؟ بریم سراغ 99مین سوال. 12 پهاش. با اجازهتون من اینجوری دستی به سر و روش بکشم. ببینید سوال میگه اگر در دمای اتاق پهاش چی؟ محلولی که از وارد شدن 40 گرم از باز DOH، خب پس ما 40 گرم از یه باز داریم با درصد یونش 1 در 2 لیتر آب تشکیل میشه برابر 10.3. پس من یه بازی دارم که پهاشش 10.3. حالا چند درصد از اون در آب حل شده؟ آقا من باید به غلظت باز برسم. برای اینکه به غلظت باز برسم چیکار میکنم؟ حالا من یه الگوریتم عددی دارم نمیتونم بگم چون باید نیم ساعت توضیح بدم چیه. بچه‌ها میدونن الان الگوریتم چیه؟ اونایی که با من بودن 7 درسته؟ میذاریمش اول pH داده البته، میذاریمش تو 2 بعد 7 بعد 6 276 الگوریتم. حالا اونا که نمیدونن مهم نیست. ببینید الان pH دارم، میرم هاش مثبت میگیرم میشه 10 به توان منفی pH. این همون فرمول 2. خب حالا اینو گردش میکنم به پایین، ضرب در 10 به توان 7 این 5.
هاش مثبت هم در اومد. حالا OH منفی چجوری به دست میاد؟ فرمول شماره 7 خودمون بچه‌ها. اونم که نمیدونن اشکال نداره. OH منفی ضرب در هاش مثبت میشه 10 تا منفی 14. حالا این کافیه که در واقع اینو 10 تا منفی 14 رو تقسیم برای این هاش مثبت کنیم. یعنی 5 ضرب در 10 به توان منفی 11. 1/5 2 دهم 2 ضرب در 10 تا منفی 15 11 تاش پر 2 ضرب در 10 به توان منفی 4 شد دیگه. آره. پس اینم شد OH منفی. حالا غلظت بازه رو حساب میکنم. OH منفی میشه MN آلفا که اینو داریمش 2 ضرب در 10 به توان منفی 4 M یا CM اگه همکاران من به شما گفتم غلظتشه. Nش چنده؟ N تعداد OH 1. آلفاش چنده؟ آقا درصد یونش 1. تو فرمول MN آلفا بچه‌ها میدونن این درجه است نه درصد. دقت بکن عزیزم. خب ما اینجا 1/100 باید بذاریم نه 1. اینجا درصد رو تقسیم بر 100 میکنیم 1/100 میذاریم. پس M ما اینجا میشه چقدر؟ که غلظت بازه میشه 2 ضرب در 10 به توان منفی 2 مول بر لیتر. حالا من غلظتشو دارم چی میخواد؟ میگه چند درصد از اون حل شده. آقا غلظت رو دارم، حجم ظرفم دارم 2 لیتر. اگر این تو ضرب کنم به من مولو میده. بعد جرمش رو به دست میارم. جرم مولی به من داده. میگم هر یه مولش 200 گرمه. خوبه؟ حالا اون رو با اون بزنیم. چند میشه؟ 8 گرم. این دو رو با اون 2 تا 0 زدم. 8 گرم من از این باز دارم. یعنی از اون 40 گرم اولیه 8 گرمش این باز است. 8 گرمش این باز است. میگه که چند درصد از اون در آب حل شده؟ بقیهش حل نشده. 8 به 40 میشه چند؟ میشه 4/20 یا 2/10 که میشه 20%. 2 تا گزینه رفت. به 50 قطعی رسیدیم. حالا ادامش. و شمار مول‌های یون هیدرونیوم در 500 میلی لیتر از این محلول کدومه؟ خب ما هیدرونیوم رو در آوردیم یه بار. اینهاش 5 ضرب در 10 به توان منفی 11. این چیشه؟ این مول بر لیترشه. ضرب داره 1 نیم لیتر میکنی. حجمی که گفته نیم لیتره. غلظت تو حجم مول میده. میشه 2.5 ضرب در 10 به توان منفی 11. گزینه 1. واقعا تو په‌های کنکور این متوسطه. واقعا این متوسط. قر نزنید. اصلا چیز خاصی نبود. 12 فصل 1. بریم سراغ سوال بعدی. دوباره از فصل که 12 میگه با در نظر گرفتن دمای ثابت کدام مورد درسته؟ اگر درجه یونش دو اسید HX و HA برابر باشد با توجه به غلظت تعادلی آنها تو محلول همواره میتوان گفت قدرت اسیدی آنها میتوان قدرت از اینها رو مقایسه کرد. تنها فاکتوری که میتونیم 100 قدرت اسیدی رو باش مقایسه کنیم ثابت یونشه نه درجه یونش، چون علاوه بر نوعش به غلظت هم بستگی داره. اما میگه اگر دو محلول جداگانه مول‌های حل شده لیتیوم اکسید Li2O وقتی بره تو آب به من باز آرمیوسه Li مثبت میده و OH منفی. دو درست شد. میگه دو تا محلول دارم جدا، مول‌های لیتیوم اکسید نصف مول‌های حل شده گاز HCl باشه، هیدروژن کلورید. HCl بره تو آب، H مثبت میده و Cl منفی. خب اسید آرنیوس. میگه شمار یون‌های دو محلول برابره، مقدار آغازیشون تفاوت داره. گوش کن یه بار دیگه اینو ببین. میگه مول‌های حل شده لیتیوم اکسید نصف مول‌های حل شده گاز هیدروژن کلورید باشه. یعنی اگر مثلا این یه موله ایشون باشه نیم مول، نصف این باشه. حالا بریم ببینیم چقدر یون داریم. هر دو قوی ان، یعنی یونشون کامله. حتی اینجا یونش، اونجا حالا اونجا هم یونش میتونیم بگیم.
یه مول از این، یه مول از این میده، یه مول از این میده. یعنی در مجموع من 2 مول آخرش یون دارم. اینجا نیم مول از این 2 برابرش یعنی یه مول از این میده، نیم مول از این 2 برابرش یعنی یه مول از این میده. پس اینجا هم 2 دارم. گزینه 2 تمام. ادامه هم دیگه نمیدم. حالا میگم تو کلاس پروس اینا دونه دونه حل می‌کنیم، الان وقتش کمه. راحت شد دیگه، با برابره. خب 101 میگه اگر از واکنش 600 مول صابون جامد، آقا اینجا 600 مول از این خوبه، جارای زنجیره هیدروکربنی سیر شده با مقدار کافی MgCl2 ممیز کلورید واکنش میده، اینقدر گرم رسوب میده. پس 17 - 7 گرم رسوب ماست. شمار اتم های کربن در مولکول صابون کدومه و چند مولیون به حالت محلول باقی میمونه؟ گوش آقا، من مول اینو دارم یا ندارم؟ معادله رو موازنه کنی. الان MgCl2 یه 2 اوکی، از اینا دوتا یه 2 Na2 درست شد. این معادله رسوب پاکندگی صابونی در آبهای سخت مثلا، حالا تو آزمایشه. حالا کلاس میدونه که اگر 600 مول از این مصرف بشه، چون نسبت 2 به 1 حتما 300 مول از این چی میشه؟ تولید میشه. پس رسوب من 300 موله. خوبه؟ که معادل چند گرمه؟ معادل 17.7 گرمه. جرمشه دیگه. حالا وقتی 300 معادل 17.7 گرمه، من نمیتونم تناسب بزنم یه مولش ببینم چند گرمه و جرم مولی اینو به دست بیارم؟ میتونم یا نه؟ میگم یه مولش چند گرمه. پس اینجا 17.7 رو تقسیم بر 300 میکنم. درست شد؟ یا میگم 177 خوبه تقسیم بر 0.3 اشارش هم زد، یا 1770 فرقی نمیکنه. حالا 3 تا 50 تا ببینیم جرمش چند میشه. 3 تا 50 تا میشه 150 تا، یه 27 تا میمونه. درسته؟ 3 9 تا 27 تا. پس 59 590 590 جرم کیه؟ این جرم مولیشه. حالا این تو من یه 24 تا دارم، بقیهش اینه، این RCOO است. یه 24 تا از این ور میدارم. بچه 24 جرم مولی معنی از اونه میشه چند؟ 6 اونم چند؟ یادم رفت دوباره 8 6 566 قبوله یا نه؟ 566 2 تا از ایناست. پس نصفش چی میشه؟ نصفش میشه جرم صابون من تا اینجا. چه خوشگل دارم حل میکنم. پس 566 تقسیم بر 2 یه 250 تا با یه 33 تا، یه 250 تا با یه 33 تا میشه چند تا؟ 283 تا. بچه ها 283 جرم اینه، جرم اینه. یه 23 تا میذارم روش. ببین چه خوشگل دارم من. میشه 6 10 306. اینجا باید دانش آموز من باشی. بچه های من میدونن صابون جامد سیر شده 18 کربن 306 تق تستو میزنن. میگه آقا این نیست، این نیست. حالا ادامهش پس 18 کربن است. ببین من جرمشو در آوردم. فهمیدم؟ حالا اگه نبود چی راه داره دیگه؟ مثلا اگه 17 تا بود یه 14 تا کم میکنی، دوگانه داشت 2 تا کم، اینا دیگه قصه خودش. حالا میگه که چند مول یون به حالت محلول باقی میمونه. خب بچه یون های من ایناست، ایناست، بقیه که رسوبن دیگه، اینم که مصرف شده رفته. حالا 600 از این ضریب این دوتا یکیه، 600 از اون میده 600 NaCl ها یون دوبلش 2 تا 600 12 صدم، یعنی گزینه 2. اینم مسئله صابون ها که خیلی خوشگل زدیمش. اجازه بدید بهش بگم متوسط رو به بالا. اوکی
سخت نبود، تکراری، ایده تکراری، همه چی تکراری، ولی متوسط رو بالا. بریم سراغ 102 ببینیم 102 چی میگه. انحلال پذیر بودن، دنبال درستیم. عسل و گریس در آب به وجود گروه هیدروکسیل بستگی داره. اصلا گریس تو آب حل نمیشه. خداحافظ. مخلوط آب، روغن و صابون همانند مخلوط اوره و آب همگنه. آب، روغن، صابون، کلوید همگن نیست. اوره تو آب همگنه. خداحافظ. هنگام 4 ببینیم. چون آنجا حساب کتاب البته فرق نمیکنه. میگه نسبت شمار آنیون به کاتیون در پاک کننده های صابونی آرکونا RCONA 1:1 نسبت کاتیون به آنیون با همین نسبت در پاک کننده های غیر صابونی برابر. کاملا درسته. ما آربنزن SOCNA داریم که اونجا هم نسبت 1:1. اما 4 هم بخونیم تا اینجا اومدیم. هنگام شستن لباس با پاک کننده های غیر صابونی لکه های سفید رنگ دیده میشه؟ نه. غیر صابونی با آب سخت هم کف میکنه و لکه سفید حاصل رسوب پاک کننده صابونی با یونهای کلسیم و منیزیم. بذارید به این بگیم ساده دیگه. نه ساده. صابون ها 2 تا سوال داشت، یکیش اونجوری یکیش اینجوری. بریم سراغ سوال 103. سوال خوبیه. میگه اگر تغییر جرم آنود در سلول گالوانی منیزیم نقره نصف تغییر جرم کاتود در سلول گالوانی منگنز کروم باشه و اینقدر گرم به جرم کاتود در سلول منیزیم نقره اضافه بشه، به تقریب چند الکترون در سلول منگنز کروم مبادله شده؟ قشنگ سوال، پیچیده است، متنش حداقل. ببین من الان منیزیم نقره دارم، بیاید واکنش رو بنویسیم. اولی آنود، دومی کاتود. از روی E0 هم میشه فهمید E0 کمتر آنود. حالا واکنش کلیش رو یه ضرب میشه نوشت. آنود اکسایش پیدا میکنه، پس تو اون سایت باید حتما Mg2 مثبت باشه و نقره کاهش پیدا میکنه. آجی مثبت الکترون میگیره، میشه آجی. موازنش ساده است، کافیه 2 اینجا بذاریم، بارهای 2 طرف برابر میشه، 2 هم اینجا. سلول بعدی رو ببینید. منگنز کروم، اولی آنود، دومی کاتود. E0 هم تایید میکنه. پس منگنز من اینجا بچه‌ها مثبت منفیش هم میتونید کمک بگیرید. کروم هم که اینجا دارید میبینید. منگنز من باید آنود باشه Mn، اون ور به من بده Mn 2 مثبت. اینجا یار کمکی هم دارید. از اون طرف کروم باید 3 مثبت باشه، الکترون بگیره بشه Cr. حالا موازنه اینا، تغییر این 2 میدم به این، تغییر این 3 به این و سریع موازنمونم انجام میشه. حالا دیتا رو بیاریم روش. میگه تغییر جرم آنود این تو، اینو داره میگه، نصف تغییر جرم کاتود در سلول گالوانی منگنز و کروم باشه. پس اینجا بچه‌ها اگر من توی گمش کردم تغییر جرم آنودم، یعنی اینجا نصف چی باشه؟ اینجا باشه. یعنی اینو من آ بگیرم، چون سلول گالوانی منگنز کروم، اینو آ بگیرم، این میشه آ دوم. ببین چرا اونجا نوشتم و اینجا؟ گفته تو سلول منیزیم نقره آنوده که Mg'ه یه جرمی رو تغییر میکنه، نصف تغییر جرم کاتود، اینجا کاتود کرومه دیگه و بهش اضافه میشه، در سلول گالوانی فلان باشه. تا اینجا درست. و اینقدر گرم به جرم کاتود در سلول منیزیم نقره اضافه بشه. چی به جرم کاتود اضافه میشه؟ این. یعنی آجی کاتوده، آجی تشکیل میشه، یعنی اینقدر آجی تولید شده در سلول منیزیم نقره. به ترتیب چند الکترون در این سلول مبادله شده. چی میخوایم ما؟ من میتونم از نقره تولیدی برسم به جرم منیزیم، از اون بیام برسم به کروم، پولشو گفته، اون هر چی شد نصفش میکنم میرسم به این. بعد زدا دوش میکنم دیگه، آ دومه. بعد که اینو به دست آوردم به الکترون مبادله شده میرسم. بریم ادامه بدیم. بیاید مول اینو به دست بیاریم. اینو تقسیم بر جرم مولیش کنیم. آجی دوستان 108 قشنگ 300 تا 324 تا 3 صدمه. حالا 3 صدم مول از این چقدر میده؟ 3 صدم تقسیم بر 2 میشه. این میشه مول
mg که میتونیم جرمش هم به دست بیاریم. هر یه مول mg 24 گرم، اینم بهمون داده. پس کافیه 12 رو ضرب در چی کنیم؟ 12 رو ضرب در 3 کنیم بشه 36 صدم. بچه‌ها این 36 صدم جرم mg'ه یا آنودی که کاهش پیدا کرده و این آدوم شده 36 صدم دیگه، نه؟ پس آ که میشه جرم کروم میشه 2 تا 36 صدم که میشه چند؟ 72 صدم. پس ما فهمیدیم 72 صدم گرم کروممون چی شده اینجا؟ تولید شده. حالا اما چی میخواد؟ الکترون مبادله شده چند تا دونه است. دقت کنید. ما به ازای 2 مول کروم که جرم کروم هم 52، یعنی 2 تا 52 گرم. بچه این گرمه، زیرش می نویسم. ما به ازای 2 تا 52 گرم الکترون مبادله شدم 6 تاست. از 3 شده 0 ضرب در 2. پس الکترون مبادله شدم 6 موله که میشه 6 ضرب در عدد آوگادرو. 6 ضرب در عدد آوگادرو یعنی 602. 6 ممیز 02 ضرب در 10 به توان 23 تا. حالا به ازای انقدر گرم چقدر؟ این سوال سختیه، مشکل هم هست، ولی جالبه اینم مشابهش بوده دیگه. منم این ضرب و تقسیم برم ببینم چی کارش میتونم بکنم. خب یه 72 ضرب در 6 دارم، 10 به توان -2 یادم نره، عدد آوگادرو هم هست، پس 10 به توان -2 این هم آوردمش، تقسیم بر 2 ضرب در 52. درست شد. بریم سراغ ساده بازیش دیگه ببینیم چی میشه. اختلاف 52 با 72 چقدره؟ 20 تاست. آره دیگه دقیقاً 20 تاست. خب مثلا به دردمون میخوره یا نه؟ نمیخوره خدا رو شکر. اینو بزنیم 1 3 26 36 13 26 13 36 18. خب پس اینا رو ساده کردیم. فقط اینجا رو نگاه کنین آقا، من الان بخوام ساده کنم مثلا 18 رو با 13 حدوداً 1 و 4 میشه. بعد 1 و 4 رو ضرب در 3 کنم، ضرب در 6 صفر کنم 25 و خورده ای میشه و گزینه 1 رو میزنم. بذارید به این سوال بگم سخت. محاسبه‌اش هم سخت بود، سوال سخت و زمانبری بود دیگه. پس این سوال 103 رو ما بهش میگیم سخت. بریم سراغ 104مین سوال تکراری، خیلی حل شده، کنکور بوده. آقا کنکورهای سال قبل رو بخونید 500 بار. الکتروشیمی فصل 2 میگه با توجه به اطلاعات زیر که رفتار 4 تا فلز AXDZ رو در آزمایش‌های مختلف نشون میده، کدوم مورد در مقایسه قدرت کاهندگی آنها در مقایسه با CU درسته؟ به بچه‌ها پیشنهاد میکنم اینجا مینی جدول درست کنن، پایینی‌ها کاهنده ترن، بالایی‌ها اکسنده ترن.
اولی نگاه کنید، گزاره اول میگه قدرت اکسندگی x2 مثبت از قدرت اکسندگی z2 مثبت بیشتره، پس حتما x بالاتر از z. اونایی که بالاترن اکسنده ترن. تنها 3 فلز x d z با محلول CuCl2 واکنش میدن، یعنی x و d و z پایین ترن. x و d و z پایین تر از CU هن، پس CU بالاتره. بچه ها میفهمیم که D هم پایینه. حالا اینکه D اینجاست یا اینجاست رو نمیدونیم. با قرار دادن تیغه از فلز D در محلول های جداگانه Z فلان فلان، یعنی D های بذاریم تو اینا، فقط فلزهای A و X رسوب میکنن. پس D میتونه به A و X الکترون بده، به Z نمیتونه بده. پس من میام چیکارش میکنم؟ میذارمش اینجا. خب یعنی دیو میذارم بالاتر از Z، چون قطعا نمیتونه بهش الکترون بده، اگه میتونست میومد پایین تر. و میفهمم اینجا که آقا تو این جماعت Z از همه کاهنده تره، پایین تره، پس دو تا گزینه رو رد میکنم. حالا میام سراغ اینا. اگه دقت کنید، حتی اگه جای دی هم بهش توجه نکنم دیگه، CU هم از همه بالاتره دیگه، نه؟ یعنی دی اونجا هاست، اون وسط مسطات. و حالا باید ببینیم دی کجا میشینه دیگه. خب آ رو چیکار کردیم؟ آ رو نگفتیم چیه؟ نه، اکسندگی x2 بزرگتر از z2 مثبت که گذاشتمش اینجا، x بالاتر از z، 3 تا فلز این با محلول فلان واکنش میدن، پس حتما CU من از z d و x بالاتره، یعنی اکسنده تره، پس قدرت کاهندگیش کمتره. همینجا میتونم رد گزینه کنم، نه؟ چون قطعا میتونم بگم CU قدرت کاهندگیش کمتر از در واقع D هست دیگه، نه؟ چون D تونسته به CU2 مثبت الکترون بده، پس قدرت کاهندگی D باید بیشتر از CU باشه دیگه. ادامه نمیدم، 4 رو میزنم. بریم سراغ سوال 105، اونم ببینیم. سوال خوشگلیه. میگه که در کدام، بذارید به این بگم متوسط و تکراری بود، شبیهش بود، فصل 2-12. سوال بعدی رو ببینیم. سوال بعدی میگه در کدام ترکیب عدد اکسایش 5 اتم کربن یکسانه و مجموع عدد اکسایش اتم های کربن دیگر مثبت 1. از همون گزینه 1 شروع کنیم. بنزالدهید، ایشون حتما شیمیایی به درد میخوره، عدد اکسایش مهمه. این بنزالدهید، بنزالدهید هم بهش بگیم، شیکتره. اینه یه بنزن و یه گروه حاملی آلدهیدی. حالا بچه‌ها نگاه کنید بدون حساب کتاب، 1 2 3 4 5 این 5 کربن موقعیت‌های یکسان دارن، عدد اکسایششون هر چی که هست با هم برابره. پس این گزاره اولمون درسته. مجموع عدد اکسایش اتم‌های کربن دیگر مثبت 1، که 2 تا کربن دیگه میمونه. این کربن عدد اکسایشش 4-4 0. این کربن عدد اکسایشش 4-3 که میشه چند؟ مثبت 1. جمع 0 و 1 میشه 1 و خود بنزالدهید درسته. بنزوئیک اسید شرایط 5 کربن رو داره ولی جمع عدد اکسایشش اینجوری نمیشه. همینه، یه کوه بالا داره، یا کربوکسیل. 2 تای دیگر هم حالا با شما. اجازه بدید به 105 که خیلی تکرار شده و ساده است بگیم ساده، به شرط اینکه شیمیالیتون خوب باشه. عالی. مهم، واژه شبکه بلور برای توصیف آرایش سه بعدی، متن کتاب بسیار مهم، راجع به شبکه بسیار ما حرف زدیم. آرایش سه بعدی از اتم ها، مولکول ها و یون هاست که حالا مثلا میتونیم بگیم هر کدوم کجاست. شبکه‌ای از اتم ها رو بهش میگیم فلز، مولکول ها اشاره داره به الماس گرافیت و یون ها ترکیبات یونی هستند. بریم سراغ سوالات. بذارید بگیم ساده دیگه. بگیم ساده. آره. خب در کدام دو گونه ساختار لوئیس متفاوت اما علامت بار جزئی اتم مرکزی مشابهه؟ ساختار لوئیس متفاوت تو کلاس بچه‌ها یاد گرفتن که اگر اتمی با اینجا ببینید مرکزی سی تو هر دو، فقط اینجا به جای یه او یه اس داره، اینا ساختار لوئیسشون مشابهه. اتمی با همگروهش تعویض بشه ساختار لوئیس تغییر نمیکنه، اصلا نمیکشمش. خدافظ. گفته ساختار لوئیس متفاوت باشه. اما علامت بار جزئیشون مشابهه.
CH4 و SO4 دو منفی هم شبیه همن. CH4 که این شکلیه، کربن ظرفیتش 4 تایی چند وصل میکنیم، 8 تایی هم که نمیشن، همینه. SO4 دو منفی رو میخوایم بکشیم، S گروه 16 4 تا 6 تا میشه 24 و 6 5 تا 30 تا، یه دو تا الکترون هم گرفته، تو روش ما اصلا مهم نیست که گرفته، مرکزی یا سنترال وسط 4 تا او رو وصل میکنیم و همه رو 8 تایی میکنیم. بچه‌ها به ساختار لوئیس مشابه میرسیم، ما دنبال متفاوتیم، پس این گزینه هم کاری ندارم. H2S و SO2 بریم سراغ اون. H2S منو یاد H2O میندازه، سری میکشمش چون همگروهشه دیگه، نه؟ پس مثل H2O H2S رو میکشم. خب SO2 3 تا 16 18 نگاه کنید، SO2 6 6 4 16 20 دو تا اضافه است نسبت به ظرفیتش، یه پیوند اضافه میکنم 4 و 2. ساختار لوئیسشون متفاوته، مثلا ناپیوندی و پیوندیشون فرق میکنه، اما شرط دوم رو چک کنیم، علامت بار جزئی اتم مرکزی مشابهه. خب الان اینجا بین O و S زور O بیشتره، خصلت نافلزیش بیشتره، اینا منفی یعنی مثبته، اینجا S منفی تر از H، پس مشابه نیست و گزینه 2 درسته. برای آموزش میکشمش، ما NO3 منفی رو داریم و PF3 هالوژن دیدی به چسبون 8 تایی کن بره، حتما درسته چون هالوژن ها دوگانه نمیشن. اینه NO3 منفی رو اگر بکشیم 3 تا 6 18 و 5 23 24 تایی باید بشه. در ساختار اشتباهی که میکشیم برای پیدا کردن درست، اگه 8 تایی کنیم 8 تا 24 و 2 26 دو تا اضافه است، پس یک پیوند دوگانه اضافه میکنیم و 8 تایی رو درست میکنیم. این روش رو من رایگان در اختیارتون گذاشتم، میتونید بپرسید و بگیرید، ساختار لوئیس خیلی راحته و اینه. ساختار لوئیس متفاوت هست، گزاره اول صدق میکنه و بار جزئی مرکزی اینجا مثبته چون اف ها نافلزی بیشتری دارن، او ها هم نافلزی بیشتری دارن، پس مشابهه. اجازه بدید بهش بگم متوسط، ولی ساده دیگه، رو به پایین. بریم سراغ سوال بعدی. سوال از تعادل، ببینیم که چیه. سوال خوبیه و قشنگ میشه حلش کرد. من یه تی بکشم اینجا رو ببینیم که چه خبره. خب اینم از این. بله بریم فقط بمونید تا آخر من بهتون بگم که هی ساده متوسط میگم، تهش به چی میخوام برسم. ببینید با چه درصدهایی میشه رتبه های خوب آورد. 1 مول CF4 و 1 مول CO2 مطابق شکل فلان، پس یه مول از این با یه مول از این توی ظرف های جدا هستند. بعد این شیره رو باز میکنیم، به یه تعادل میرسن. سوال اینو گفت اگر شیر 2 باز بشه، این یکی در تعادل نهایی مجموع شمار مول های CF4 و CO2 چند برابر شمار مول های COF2 خواهد بود. این دو تا مقدار اولیه ماست. وقتی شیر رو باز میکنیم سیستم به تعادل میرسه. وقتی به تعادل میرسه، مقدار تعادلی من 1 منهای x برای ایشون، 1 منهای x برای ایشون و 2x برای ایشونه، چون اینجا ضریبشون یکی، هم ضریبش دوبله. کارو دارم، میتونم برم شیر که باز میشه این مول ها رو به مولار تبدیل کنم، بذارم x رو به دست بیارم. بچه‌ها چون مولای گازی دو طرف برابرن، نمیخواد تقسیم بر حجم ظرف کنید که 2 لیتره، اصلا مهم نیست. طراح اینو میخواد ولی نمیدونه که ما کاری به کارش نداریم. حالا اینا رو چینیم تو کار. یه 2x دارم به توان 2، یه دونه 1 منهای x دارم به توان 2. صورت فراورده به توان ضریب غلظتش. چرا مول گذاشتم؟ مهم نیست. این ور این ور مولای گازی برابر. این باید مساوی کا بشه، یعنی 25 ضرب در 10 به توان منفی 2. یه جذر میگیرم، 2x 1 منهای x مساوی 5 نیم بگیرمش دیگه، 5 ضرب در 10 منفی نیم. x رو به دست میارم. خب یه 2x دارم، نیم منهای نیم x. قبوله؟ پس این ور بیاد اینجا بشه 2.5x، نیم به 2.5 1/5، x میشه 2 دهم. حالا که x 2 دهمه، من
مقادیر تعادلیمو اینجا در آوردم. یعنی وقتی که شیر باز حجم ظرف 2 لیتره، 2 دهم این کم میکنم، 8 دهم از این دارم، 8 دهم از این دارم و 2 تا 2 دهم 4 دهم از این دارم. ایکس در اومد دیگه. حالا اگه شیر رو باز کنیم چی میشه؟ مول‌ها تغییر نمیکنه. چرا مول‌ها تغییر نمیکنه؟ بچه‌ها تعادلتون جابجا نمیشه. مول‌های گازی دو طرف برابرن. وقتی تعادل جابجا نمیشه، غلظت‌ها تغییر میکنه ها، مول‌ها تغییر نمیکنه. من مول‌ها رو درآوردم. اصلا دیگه با اون شیر کاری ندارم. حالا نگاه کن. میگه در تعادل نهایی شیر باز شد نشد اصلا مهم نیست، چون تعادل جابجا نمیشه، همیناست. مول‌ها تغییر نمیکنه. مول‌ها زمانی تغییر میکنن با تغییر حجم که مول‌های گازی دو طرف برابر نباشن. اون موقع اگه حجم زیاد میشد تعادل به سمت مول گازی بیشتر میرفت و بعد حالا تحلیل میکردیم. نمیخواد. مجموع شمار CF4 و CO2 1.6 شمار مول‌ها چند برابر شمار مول‌های COF2 4 دهم 1.6 و 4 دهم 4 برابر گزینه 3. چه خوشگل حل شد. بذارید بهش بگم سخت. حالا ما راحت حل کردیم ولی میدونم این سوال میتونه سخت باشه. سوال بعدی، نمودار انرژی پیشرفت واکنش برای حذف آلاینده گاز NO در مبدل کاتالیستی بنزینی کدومه؟ NO تجزیه میشه، N2 و O2 میده. حواستون باشه جزء غیر خود به خودی هایی که گرمادهه. کتاب درسی شما و سیستم آموزشی ما کلا یه چیزی انداخته تو مغز بچه‌ها، میگه واکنش های گرماده خود به خودی هن. این لزوما درست نیست. اینو تاکید کردم آقا حواستون باشه. پس واکنش تجزیه NO و تبدیلش به N2O2 گرماده ولی غیر خود به خودیه، چون انرژی فعالسازی زیادی داره. افتاد؟ پس گرمادهه. این دو تا نمودار گرماگیرن. انرژی فعالسازی بالایی داره. میگه کدومه؟ میگم یکی این دوتاست. و این واکنش در چه دماهایی بهتر انجام میشه؟ چون انرژی فعالسازی بالایی داره در دماهای بالا. اجازه بدید بهش بگم ساده. خب بریم سراغ سوال 110. آخرین سوالمونه. تعادل گازی فلان در یک ظرف 2 لیتری خب و با وجود یک مول از هر یک از مواد شرکت کننده، یعنی یه مول از این برقراره. کدام مورد درباره این تعادل درسته؟ خب یه چیزایی خیلی تابلوان. مثلا 4 رو ببینید. میگه با افزایش دما تعادل در جهت برگشت جابجا میشه. خب این تعادل گرماده، دما که زیاد بشه اونور سنگین میشه برمیگرده. تا اینجا درست. سطح انرژی واکنش دهنده و افزایش غلط. دلتا تغییر نمیکنه، سطح انرژی هم تغییر نمیکنه. حالا با انتقال تعادل به یک ظرف 1 لیتری به جای چند لیتری؟ 2 لیتری. یعنی حجم از 2 لیتر اومد 1 لیتر، حجم کم شد. حواستون باشه مول‌های گازی دو طرف برابره. غلظت فراورده ها نصف میشه. آقا از ظرف 2 لیتری بیاد تو 1 لیتری مول‌ها تغییر نمیکنن. بله چرا تغییر نمیکنن؟ چون تعادل جابجا نمیشه، مول‌های گازی دو طرف برابره. حالا چه اتفاقی میفته؟ غلظت‌ها چی؟ غلظت‌ها تغییر میکنن. برای تحلیل غلظت کاری نداشته باش که کجا میره، اصلا مهم نیست. وقتی از 2 لیتری میاد تو 1 لیتری غلظت همه چی میشه؟ زیاد میشه. میگه غلظت فراورده ها نصف میشه. نه چه باید نصف شه؟ و تعادل در جهت رفع جابجا میشه، اصلا جابجا نمیشه. حالا با انتقال تعادل مثلا یک راحت تر از 2 دیگه باید تحلیل کنیم. میگه با انتقال تعادل به ظرف 5 لیتری به جای 2 لیتری حجم زیاد شده. غلظت هر یک از مواد شرکت کننده 4 دهم برابر میشه. آقا اولا غلظت کم میشه، 4 دهم کمه، میتونه درست باشه. دوما از 2 اومده به 5، 2 پنجم 4 دهم. درسته دیگه. پس 4 دهم قبلش میشه. درسته. بریم دورم ببینیم. میگه با کاهش دما، اگر با کاهش دما، حالا آخری اینم تحلیل کنیم با 20% به مول‌های فراورده اضافه بشه. یعنی 20% بهش اضافه بشه، یعنی بشه 1.2 دهم. به جای 1 بشه 1.2 دهم. خب حالا مقدار کا 8 دهم برابر میشه.
اگر اون 1.2 برابر بشه 0.2 نسبت به قبل بهش اضافه بشه، از اینا چی میشه؟ از اینا کم میشه. درسته؟ پس با کاهش دما تعادل رفته به سمت رفت و 1.2 شده، پس 0.1 از اینا حتما کم میشه نسبت 2:1، این میشه 9 دهم، این هم میشه 9 دهم. حالا شما اصلا ول کن بقیه، اینو بچین تو کار. نسبت به حالت قبلی که 1 بود، حالا اصلا حجم ظرف هم بی خیال چون مولای گازی برابرن، کا 1 بود. کا باید زیاد شه کم؟ بابا تعادل رفته به سمت رفت، کا باید زیاد بشه. ها؟ مقدار کا 8 دهم برابر میشه؟ نه دیگه، بعد از مثلا 1 و اندی برابر بشه، نه 8 دهم که. پس اینم با این فکت غلط. اجازه بدید به اینم بگم سوال ساده. ببین 12 یه خورده سخت‌تر بود صادقانه. و نکته آخر، شاید الان بگی که آقا این همه خود نشستی حل کردی. اولا تایمی که من گذاشتم خب دارم توضیح میدم دیگه که یه بار آموزشی داشته باشه، ببینید که میشه سوال‌ها رو حل کرد، تاریخچه گفتم و این حرفا. دوما من درک میکنم که توی 35 دقیقه زدن سخت، محاسبات سخت، همه اینا رو میدونم، ولی زدن واقعا 60% این سوال‌ها کار سختی نیست اگر مسیر درستی رو بریم، اگر در طول سال بجنگیم. من قرص ندارم بهتون بدم، ولی باید بجنگید. من میتونم همراهیتون کنم، فقط یه همراه خوب باشیم کنار هم، دو طرف هست البته. ولی واقعا زدن 60% سوال کار سختی نبود به نظر من. پس نظر من اینه که مثلا رشته‌های خوب دانشگاه تهران حدود 60% 65% به راحتی قبول میشن. پس اینکه من همه رو نوشتم ساده، 4 تا سوال سخت نوشتم، معنیش این نیست. تو اون زمان تو مهمه که ساده ها رو شکار کنی، متوسط ها رو شکار کنی، از تکنیک استفاده کنی برای در واقع سیو زمان، سیو سود نه سیو زمان، که بتونی یه نتیجه خوب بگیری. ولی دیدیم که شدنیه، دیدیم که چی مهمه. خودتون رو سرگرم سوال ها و منابع عجیب غریب نکنید. خط مستقیم کنکورهای سالهای قبل 1500 600 ما حل کردیم مثلا. آقا اینو واجبه، حل همونا، یادگیری همونا خیلی شما رو میتونه جلو بندازه. خیلی مخلصیم، دوستتون دارم هر جای ایران که هستید. مخلصات پتاسیم، خداحافظ.